از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مهمان عزیزی که امشب در خدمتشون هستیم، علاوه بر این که مدیر انتشارات نهاله رودکی هستند، جزو نوازندگان خوب سنتور این سامان هم هستند. سلام میفرستم از جانب همه شما عزیزان به مهمان عزیز امشبمون، جناب پژمان بلورچی. خیلی خوش آمدید. قربان شما، متشکرم. سلام عرض میکنم به شما، همه بینندگان محترم. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید. زنده باشید. متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه خودتون اینجا به هر حال خانه شماست. در هر حال در این برنامه ما پی بگیریم موسیقی و شعر و نوا و نغمه رو خدمت شما عرض شود که ما هر شب تعدادی قطعات محلی و بومی پخش می‌کنیم، تعدادی قطعات پاپ و البته به موسیقی سنتی هم کاملا می‌پردازیم. نخست برای ما از به حال فعالیت‌های این اواخرتون بفرمایید جناب بلورچی و اینکه چه کرده چه آثاری در دست تهیه و تولید دارید. عرضم به حضور شما که در این اواخر یک مجموعه موسیقی ایرانی رو شروع کردیم و با آهنگسازان بسیار خوبی از این دیار داریم کار میکنیم و آخرین مجموعه کنسرتیمون هم یک تور کنسرتی با گروه رستاک بود که زمستان به پایان رسید و انشالله کنسرت ها دوباره بعد از رمضان شروع بشه. زنده باشید انشالله. همونطور که میدونید هر شب ما تعدادی خب از موسیقیایی که در طول هفته انتخاب شدن رو امشب طبق عادت مألوف جمعه پخش میکنیم خدمت عزیزان و با هم دیگه می‌نیوشیم و میشنویم. قطعه‌ای که دوستان در این لحظه آماده کردن قطعه بسیار زیبای گیلکی است با صدای جناب ناصر وحدتی. شپوله قطعه‌ای است که چند شب پیش شما عزیزان رأی دادید بهش و از همه آدم‌های بدی که در زندگیم هستند ممنونم. آنان دقیقاً به من نشان دادند که چه کسی نمیخواهم باشم. قطعه بسیار زیبای گیلکی شنیدیم به اسم سوپوله. سوپوله به معنی حشره است. حالا دوستان عزیز گیلکی فکر کنم باز دقیقاً معنی این کلمه رو بدونن. یه نوع حشره رو میگن سوپوله و به حال شب‌های پیش این قطعه از نگاه شما حاضر رتبه نخست شده بود. ادامه میدیم بحثمون رو با مهمان عزیز امشب جناب پژمان بلورچی که امشب افتخار دارن. خیر مقدم میگم خدمت شما باری دیگر. اینکه از نهاله رودکی برای ما بفرمایید داره اقدام به تولید چه کارهایی میکنه؟ بیشتر سنتی است فضایی که برای اونجا منتشر میشه یا پاپ هم به هر حال اونجا فضای انتشار داره؟ عرضم به حضور شما مؤسسه نهاله رودکی از سال 77 داره کار میکنه. بله. و به صورت تخصصی ناشر موسیقی سنتی و ارکستراله به عنوان ناشر. به عنوان مجری کنسرت نه طبعا همه فرم کنسرتی برگزار میکنه. این مجموعهش چند تا بخش مختلف داره، مثل استودیو صدابرداری، مثل شرکت پخش، مثل در واقع بخش کنسرت گذاری که خب همش مدیریتش با منه. ما به تازگی تصمیم گرفتیم که انرژیمون رو بذاریم روی خواننده های خوش استعدادی که این پتانسیل رو دارن که موسیقیدانای خوبی بشن و به بازار در واقع معرفیشون کنیم. و در این راستا به دلیل اینکه امروزه همه جای دنیا موسیقی دیگه همراه با تصویر داره نمایان میشه و خیلی جلوه‌گری میکنه، ما هم تصمیم گرفتیم از این مسیر پیروی کنیم و شروع کنیم برای هر تک ترک هر آلبوممون یه دونه کلیپ جداگانه بسازیم. بله. خب این فکر کنم بیشتر در زمینه موسیقی سنتی دارید این کار رو میکنید. بله. و میشه گفت اولین در واقع شرکتی هست که در زمینه موسیقی سنتی اختصاصی داره در واقع نماهنگ تولید میکنه. درسته؟ دقیقا. ما اولین شرکتی بودیم که موسیقی سنتی رو به پخش مویرگی بردیم و علیرغم این که خب طبعا خیلی ها براشون ثقیل بود این موضوع، ولی وقتی که رکورد فروش رو دیدن و تیراژ فروش رو ظرف 20 روز دیدن که معادل 3 سال در واقع فروش روتین فروشگاه ارز محصولات فرنگی بود، همه جذب شدن که این کار رو در واقع با ما انجام بدن. الان هم باز به عنوان اولین ناشر اومدیم رو موسیقی سنتی در واقع کار کلیپ میکنیم و امیدوارم که مورد توجه مردم واقع شه. زنده باشید. ممنون. خب بقیه سوال‌ها رو من در لخت بعدی گفتگو خدمتتون قطعه حباب رو شنیدیم از محسن یگانه و ادامه میدیم بحث خودمون رو با جناب بلورچی مهمان عزیز و فریقه امشب. خواهش می‌کنم. باشن که در خدمت خود شما هستم. همچنین. خب در این نماهنگ‌های سنتی
که تولید شده، حتی سنتی هم نه به لحاظ تصویر، به لحاظ موسیقی سنتی است. چه کسانی تا به حال ایفای نقش کردن یا چه کسانی به حال کارشون آماده پخش هست؟ کدوم خواننده‌های عزیز رو براشون تولید کردید؟ بله، عرضم به حضور شما که به تازگی ما کار تصویربرداری یه دونه از این نماهنگا رو تمام کردیم که به خوانندگی آقای محمد رضا آقایی بود، خواننده بسیار خوش صدایی که قراره به بازار معرفی بشن و افتخار این رو داشتیم که جناب استاد جمشید مشایخی برای اولین بار در واقع حضور پیدا کردن در یک نماهنگ موسیقی و استادانه رنگ کار و انرژی که تو کار هست رو قطعا تغییر دادن و ما منتظریم که به سرعت تدوینش تموم شه و به دید عموم مردم برسه. خب ما میتونیم قولش از شما بگیریم که در خدمت استاد مشایخی و آقای آقایی باشیم در این برنامه؟ بسیار عالی. به حال دوست داریم ببینیم که نخستین نماهنگایی که بر روی موسیقی سنتی همراهی میکنه به چه شکل و شمایلی هست و این افتخار داشته مثلا اینجا رونمایی بکنیم. حتما. من جا داره تشکر کنم از آهنگساز خوب این کار جناب پاشا انجنی و شاعر بله و شاعره خوبشون سکا خانم فراحتی که مادر جناب هنجری هستن و بسیار بسیار تلفیق شعر و موسیقی با هم همسو بوده و یک اتفاق خوبی رو به نظر من ایجاد کرد. خب این وقتی نفس دو تا هنرمند با هم دیگه گره میخوره و هم نفسی ایجاد میشه واقعا دو چندان یه اثر بچشه. و اگر مادر فرزند باشن دیگه خیلی بهتر. دیگه چه بهتر از این. بله حتما همینطوره. خب اگه موافق باشید برویم با هم دیگه قطعه شیرینیم رو بشنویم از جناب رحیم شهریاری. جناب رحیم شهریاری که از بهترین خوانندگان، شاید بشه گفت حتی بهترین و مشهورترین خواننده خطه آذربایجان هستن در حال حاضر. شب‌های پیش قطعه شیرینیم رو پخش کردیم و دوستان بهش رأی دادن. این قطعه‌ای که داره دلبری میکنه اثر شماست؟ بله. معرفی میفرمایید این رو قبل از اینکه بریم. بله این یه بداهه نوازیه و حالا گوش کنید تا خدمتتون. پس اجازه بدید این قطعه سنتور رو از دوستان در پخش بخوام به ما صدای بیشتری بدن تا این رو به جام بشنویم و پس از اون شیرینیم رو دنبال.
خیلی لذت بردیم. متشکرم از شما به خاطر این مضراب‌های دقیق و لطیفی که نواختید. زیبا میشنوید و گرامی می‌داریم یاد زندیات استاد پرویز مشکاتیان رو که به هر حال نام سنتور با نام ایشون گره شده، حتما گره خورده. و درود بر شما. قربان شما. ممنون از شما. اگه اجازه بدید بریم قطعه شیرینیم رو بشنویم با صدای جناب شهریاری. تقدیم شما قطعه شیرینیم. به هر حال مهمان عزیز ما عرض کردم خدمتتون صاحب و مدیر انتشارات نهاله رودکی هستند و میدونید که همه هنرمندان، همه خواننده‌ها، همه نوازنده‌ها، ترانه‌سراها و در رأس شاید اینها شرکت‌هایی که اقدام به پخش و تولید CD ها و نوارهای کاست میکنن در زمین موسیقی دل پری دارند از یک مقوله که شما میدونید من میخوام راجع بهش صحبت کنم، اون هم قضیه کپی رایته که تو کشور ما رعایت نمیشه. خود ما خیلی وقتا بهش پایبند نیستیم. یعنی یه لحظه یه قطعه میشنویم، حالا این قطعه امروز وارد مثلا فضای اینترنتی شده و اینها یا منتشر شده، سریع اولین کسی هم که بره گوگل سرچ بکنه، بزنه، دانلود کنه خود ماییم. و چقدر خوبه که بتونیم اینو یه جوری مثلا کم رنگش بکنیم. شما چه پیامی دارید جناب بلورچی؟ من فکر میکنم با توجه به اتفاقی که توی 5-6 سال گذشته افتاده و حجمه مردم در مورد رفتن به کنسرت خیلی بیشتر شده و خیلی علاقه‌مندتر شدن و خیلی تخصصی تر البته کنسرت میرن، از همه این بینندگان کنسرت های موسیقی در هر ژانر موسیقی خواهش کنیم که بینندگان جان، بله، همونقدر که احترام میذارن که برن کنسرت، بلیط رو با شرایطی تهیه کنن، 1 ساعت قبلش وایسن توی در واقع پشت در سالن ها، همونقدر هم به آثار صوتی این هنرمندان ارزش قائل بشن. به خاطری که اگر که همه میدونیم اگر که قرار باشه که این آلبوم ها دانلود بشه و منی که ناشرم هیچ انتفاعی نداشته باشم، طبعا من نمیتونم از اون هنرمند حمایت کنم در سالیان بعد و هر دو ضعیف میشیم و خروجیش میشه که مردم موسیقی های دلنشینی که الان دارن میشنون نمیشنون. ما هنوز که هنوزه میبینیم متاسفانه آلبومی که میدیم تو بازار 20 دقیقه بعد نزدیکترین دوستان و اقوام ما زنگ میزنن بهمون که آره دانلودش کردیم براتون، و با افتخار میگم برات دانلودش کردیم، آپلودش کردیم رو سایت ها و میتونید دیگه همه گوش کنن. لطف میکنم واقعا، ولی واقعا خواهش میکنم که این کار نکن، چون به بدنه موسیقی و به خصوص به این هنرمندانی که شماها دوست دارید صدمه میخوره. زنده باشید. این هم پیام جناب بلورچی به عنوان یکی از نوازندگان خوب و خوش‌ذوق و همچنین مدیر انتشارات فاخر نهاله رودکی. ممنون از شما. قرار هست برویم قطعه بسیار زیبایی بشنویم، آوازی از جناب سیف‌الدین آشتیانی که قطعه موسیقی بسیار زیبایی لوریست شب‌های پیش شنیدیم. ما هم امشب چون جمعه است جمع‌بندی قطعات رو که در طول هفته با هم دیگه مرور کردیم. قطعه‌ای رو شنیدیم با عنوان برای خون دلتنگم با صدای جناب حمید عسکری. من عذر میخوام اگه خدمتتون گفتم قرار هست قطعه لوری بشنویم، جابجایی رو برام ببخشید. ادامه میدیم بحثمون با مهمان عزیز امشب جناب بلورچی. یه مقدار برای ما از وضعیت کنسرت‌ها بفرمایید و اینکه چه کارهایی رو قرار هست انجام بدید، با کدوم خواننده قرار کنسرت برگزار کنید و کدوم شهرها. عرضم به حضورتون که طبعا از بعد از ماه مبارک رمضان و از عید فطر شروع میکنیم به کنسرت ها و ما یک برنامه داریم که تقریبا توی 20 تا از شهرهای بزرگ کشور کنسرت اجرا کنیم با گروه‌های متنوع موسیقی، هم از پاپ و سنتی و تلفیقی، و امیدوارم که به اجرا برسیم. یه خود نابسامانی متاسفانه در سیستم اجرای کنسرت ها هست، امیدوارم برطرف شه. هنوز هیچکی دلیلش رو نمیدونه که چرا کنسرت ها 48 ساعت قبلش کنسل میشن، 24 ساعت قبلش کنسل میشن و همه چیز و مدارک همه چیز درسته، ولی امیدوارم این نابسامانی ها حل بشه، به خاطری که شهرستان ها به خصوص
بسیار بسیار استقبال میکنن از اجرای موسیقی و استقبالشون در واقع باور نکردنیه. ما هر شب توی تهران تقریبا اجرا داریم و برامون عادی شده، ولی این انرژی و این شادی رو که از مردم تو شهرستان رو من میبینم برام خیلی لذت بخشه. به خاطر همین خیلی تلاش میکنم که توی شهرستان رو بیشتر اجرا داشته باشیم. کدوم خواننده‌ای عزیز در هست کنسرت برگزار کنن؟ من با گروه رستاک در واقع بعد از عید فطر کار خواهم کرد. یه گروه موسیقی تلفیقی رو که تازه به ما پیوستن، به مجموعه ما پیوستن، به نام گروه دالبند. خیلی بله. با در واقع با این گروه از بعد عید فطر شروع میکنیم. گروهشون هم 3-4 نفر است گروه بله، دال، درسته؟ دقیقاً. ان شاءالله تو این برنامه بتونیم در خدمتشون باشیم، چون نوع موسیقی کار میکنن، چون بکر فضاش و نوع بسیار تو انتخاب شعرشون دقت میکنن. موسیقیشون به نظر من موسیقی بسیار فاخریه. شعراشون خیلی اشعار با مضمونیه و سازبندی هم خیلی سازبندی خاص دارن. بله. من دورنمای خوبی براشون میبینم. به خاطر همین مشتاقانه در واقع قرارهایی با هم گذاشتیم که انشالله حالا به نزدیکی و به زودی اتفاقات خوبی رو انشالله منتظرش باشیم. انشالله که با خبرهای خوبتر از این هم بازم در خدمت مردم عزیز باشیم. انشالله بتونیم تو این برنامه به زودی در خدمت دوستان عزیزم در گروه دال باشیم. از همینجا درود میفرستم خدمت این عزیزان اگر برنامه ما رو میبینند یا به هر حال میشنوند. قرار هست هم در این لحظه بریم قطعه زیبای لری رو بشنویم با صدای جناب آشتیانی. تقدیم شما.